السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، صبح شما بخیر. ما در شهر زیبای چاریکار ولایت پروان هستیم. در تپه گلغندی قرار داریم و بخیر قرار است امروز یک برنامه افطاری بگیریم در یکی از ولسوالی های ولایت پروان. انشالله که در ادامه بیننده ما باشید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره غير ألا ينقص من أجر الصائم شيئا. صدق الله العظيم و صدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، حضار گرامی، روی سفیدان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای بسیار خرسندی است که ما در این ماه مبارک رمضان در خدمت هموطنان خود هستیم و امروز آمدیم ولایت پروان، ولسوالی سیدخیل و قریه لقمانخیل و قریه های همجوارش و انشالله قرار است که بخیر امی افطاری را که ما آماده کردیم، بزرگوارا کمک کردن، خدمت کردن، انشالله برای تمام اهالی اینمی قریجات بخیر توزیع بکنیم. از خداوند متعال توفیقات بیشتر میخواهیم به خاطر خدمتگزاری برای این مردم ما در ماه مبارک رمضان. بدون شک ماه مبارک رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه خلاصی از آتش دوزخ است و یک ماهی که ما و شما داریم خداوند متعال به ما توفیق نصیب بکنه که راضی از پیش ما و شما بره. دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنیم، وقت می سپاریم به جناب مولوی صاحب که به خاطر خیر و برکت در این دیگاه ما و شما یک دعای بکنن، بعد از توضیح شروع بکنیم. جناب مولوی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار عالم به این موسیقی خیریه امید حیات و ما شما افطاری آماده کردن، از یا اظهار سپاس و تشکری میکنیم. کسایی که آشپزی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن، خداوند ما را مجد پاداش فراوان نصیب کنه. آوی مردمایی که از دور نزدیک آمدین، خداوند متعال در دیگاه ما شما برکت بیفزاید که هیچ کسی بینوا نره
پروردگار عالم همه ما شما را از رزق حلال فراوان از خزانه های غیبش نصیب بفرماید. آمین. پروردگار عالم ما شما را توفیق بده که نظم مراعات کنیم. دیگه خداوند متعال همه ما شما را توفیق بده. ما شما ان شاء الله بخیر توزیع را شروع میکنیم. خداوند متعال همه تان خیر بده. الهی آمین. کلتان خداوند موفق کامیاب دارین داشته باشه. الهی آمین. برحمت. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. چند نفر هستی؟ کو؟ آی نام خدا 6 نفر است. 6 نفر. بنداز برای 6 نفر. به شک بنداز یک گوشت سیام برش بنداز. آی نام خدا. برو. بگی بخیر. برو ای تو گک خنده کاکوش. ای تو گک برو. چند نفر هستی؟ 4 نفر. خب خیر است. بگی بخیر. برو بخیر. چند نفر هستی خنده کاکوش؟ ها؟ 9 نفر. بنداز برای 9 نفر. آی نام خدا یک گوشت سیام بنداز برش. به شک. برو بخیر. برو بخیر افطار کنی. حاجی صاحب چند نفر هستی؟ کارت فامیل ما که یک جان هست ماشینونه 9 نفر. بنداز برای 9 نفر. به شک. ای نام خدا نام خدا. برو با. چی یک بوی میتا؟ برو بخیر. بیا بخیر بیا. چند نفر هستی؟ مادام کافی از خودش ها؟ 4 نفر. دویتون گفت کافی است. به شک. بیا بخیر. برو بخیر. با کم میگه. چند نفر؟ بنداز بخیر برای 8 نفر. نام خدا نام خدا نام خدا. برکت برکت. های ماشاءالله ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بخیر برو بخیر. بیا بخیر. چند نفر هستی؟ 8 نفر. آه. بنداز برای 8 نفر. آی نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله. گوشتش مان گوشتش. به شک. بسم الله الرحمن الرحیم. برو بخیر. ماشاءالله ماشاءالله نام خدا. ببینیم که صفی از انبوهی از مردم به خاطر گرفتن تحفه های افطاریشان دیگه به نظم ایستاده هستند. خداوند متعال دیگه هم توفیقات نصیب بکنه برشان. ماه مهمانی خدا است. ماهی است که خداوند خودش از درگاه خود بندگانش که روزه میگیرند مهمان کرده و این ما بنده ها هستیم که یک خدمت ناچیزی میکنیم برای این بنده هاش. جا داره که در همین قسمت اخیری برنامه که تقریبا مردم آمده روان هستند و با دیکای خود قرار است که امشب بخیر یک افطاری گرم نوش جان بکنن. یاد بکنیم از کسانی که در این امر خیر در این کار خیر ما را یاری رساندن. برادران و خواهرانی که در این امر خیر امرا با ما همکاری کردن، لحاظ مالی کمک کردن. خداوند متعال برابر هر روپیه یا هر افغانی که اونا برای ما ارسال کردن هزارها هزار حسنه نصیب بگردانه. محترم استاد غلام محمد ساویز از بلاروس مبلغ 83640 افغانی برای ما مساعدت کردند در این پروگرام افطاری ما. و همچنان محترم جناب حاجی صاحب محمد یاسین از سعودی، خداوند متعال نگهدارشان باشه، مبلغ 50,000 افغانی ارسال کردند و مساعدت کردند. ما در این برنامه افطاری خود شامل کردیم. همچنان جناب حاجی صاحب سلطان از کانادا مبلغ 6510 افغانی ارسال کردند. خداوند متعال خیرات، صدقات و همچنان کمک‌های این حاجی صاحبای گرامی را به درگاه خود قبول بکنه. مجموعاً پولی که ما در این برنامه افطاری خود مد نظر گرفتیم که بالاتر از 1000 فامیل می شدن، یعنی چندین قریه مجاور لقمان خیل ولسوالی سید خیل بوده. انشالله امروز برشان توزیع افطاری داشتیم. مبلغ 140,150 افغانی شده. ماه رمضان ماه نیکی و سعادت است. خداوند متعال تمام هموطنان ما را در پشت پناه خود داشته باشه. تشکر از اینکه ما را دنبال میکنین. الله نگهدار. خدا حافظ.